درود، من دراکس وایتی هستم و اومدم بهتون آموزش بدم که این 117 متیک رو به مدت 3 روز بگیرید. اینا رو الان من تو بخش نامه ها اینجا 117 رو ببینید 2 تا یه روزه گرفتم، میدونم 3 روزه گرفتم که هنوز کلیمش نکردم و گذاشتمش برای پنجشنبه که حال کارت داد اومد اون موقع. دیل متیک هم گرفتم، الان میرم آموزش رو بهتون میدم. خب نگاه کنید، شما اول بعد برید تو این بخش، این کنار فروشگاه اینو میزنید تو اینجا تو قسمت رای گیری ها، اینجا اینو میزنید میرید توی بخش سوم، اینجا بخش سوم، اینجا رای میدید کدوم گام میخواد بیاد بالا. سعی کنید رای گیری این رای من بدید، اینجوری به این شکل رای بدید تا همه گام کار در کنه. بعد تو بخش وسطی کنار 117 متیک یه دونه 117 متیک این کوچولو این اکشل هفت اینا که زده متیک اینجا زده. اینجا میتونید یه روز این گانه که اینجا من ببینید تیکشو زدم اینا رو میتونید بگیرید. دیل متیک هم هست و 117 است. حالا 3 روزش چجوری میگیرید؟ 3 روزش هر موقع این نظرسنجی تکمیل شه خودکار تو بخش نامه هاتون میادش و شما هم بذارید برای پنجشنبه که آل کارتز بیاد اون موقع. و اگر هم نگرفتینش تو بخش اولی یه دونه کلیک کنید رو 117 میاد تو بخش نامه هاتون و این کنارش یه دونه کریت هستش، اون کریت ها رو میتونید بگیرید و کارت آپگرید 117 و گانه متیک میاد. اگه خوشت اومد لایک کن و ساب کن.